نرخ نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی امسال 7%، در 2 سال آینده 8% و در سال 2020 حدود 10% بالا خواهد رفت. بنا به برنامه پیش بینی کرده وزارت رشد اقتصاد و سفدا که با قرار حکومت تاجیکستان تصویب شده است، نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریباً 2 درمی بالا رفته در سال 2020 به بیش از 20 درم خواهد رسید. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزوده فعلا 1 کیلووات ساعت نیروی برق به اهالی 14.65 درم قیمت دارد. در حجتی که روز 13 اوگوست دسترسی رادیوی آزادی شد، گفته می شد نرخ نیروی برق برای کارخانه و انشاءات نیز بالا می رود. از جمله سال 2020 به یک بارگی نرخ برق برای کارخانه و مؤسسه ها 15% بالا خواهد رفت. حالا ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا تقریباً 8 درم و در فصل زمستان تقریباً 12 درم را تشکیل می‌دهد. در همین حال حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک دستور داده است که تا آخر سال شیوه پرداخت نیروی برق را برای اهالی با اصول بیلینگی و یا پیش پرداخت گذراند. منظور از نظام بیلینگی نصب چیپ‌ها در حساب‌کنک‌های برقی است که به صورت آنلاین حجم استفاده برق خانواده‌ها را به مرکزی یگانه می‌فرستد و با تمام شدن پول صورت حساب انتقال برق به منزل‌ها قطع می‌شود. بنابراین ساکنان نخست در صورت حساب خود مقداری کافی مبلغ گذاشته امکان دارند تا تمام شدن آن از نیروی برق استفاده کنند. تاکنون در تاجیکستان شیوه بیلینگی پرداخت حق نیروی برق تنها در ناحیه سربند و رودکی مورد سنجش قرار داشت. پرداخت پول نیروی برق سالهاست که از مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. این شرکت قرض‌های نپرداخته اهالی را تقریباً 800 میلیون سومانی حساب کرده است. به حساب شرکت هر یک ساکن کشور از برق تاجیک تقریباً 100 سومانی قرض دار است. موضوع قرض‌های نپرداخته مردم از مایه نگرانی‌های حکومت نیز هست که در سطح بلند مطرح می شود. آغاز سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه جنبست کار حکومت از ساکنان گله کرده بود که در هر خانواده 2-3 تلفن دارند اما پول برق را نمی سپارند. تاجیکستان همه ساله قیمت نیروی برق را تا اندازه بالا میبرد که برای جیب مردم قابل احساس نباشد. با وجود توصیه سازمان‌های بین‌المللی که قیمت برق را در قلمرو تاجیکستان پایین‌ترین می‌شمارند، مقامات از به شدت بالا بردن ارزش برق خودداری کرده است.